عمر حسین در حجره تنگ زندان قرآن می‌خواند تا به قبل خودش آدمی بهتر شود. از این پیش عمر به کارهای دیگر مشغول بوده است، به تجاوز، قتل و کشتاری بیرحمانه. ما هر کسی را که می‌خواستیم می‌پراندیم و هر کسی را که می‌خواستیم سرش را می‌بریدیم. عمر حسین در صف گروه دولت اسلامی در عراق می جنگیده است و می گوید از سال 2013 از زمان پیوستنش به گروه 500 نفر را کشته است و 200 دختر و زن را تجاوز جنسی کرده است و اکثرا دختران اقلیت ایزدی در عراق را. ما در سنجر، سینان، کسک زنها را تجاوز کرده ایم. در بغداد و حوجه هم. عمر حسین را رزمندگان کرد ماه اکتبر سال گذشته در شهر کیرکوک دستگیر کردند. خبرنگار رویترز که با عمر صحبت کرده است میگوید درستی اعترافات او را از دیگر منبع‌ها تایید کردن ناممکن است. رزمندگان کرد میگویند دلیل‌های قتل و تجاوز عمر حسین را دارند، اما مقیاس واقعی جنایت‌هایش را نمی‌دانند. عمر حسین 21 ساله که زاده موصل است نقل می‌کند که چگونه کشتن را از امیرش یاد گرفت و سپس قتل و سربری برایش یک کار معمولی شد. من یک بار 8، 9، 10 نفر را کشته و در رودخانه انداختم. روز دیگرش به خانه ها حمله می‌کردیم. 3-4 ماشین می‌گرفتیم و یا ماشینی بارکش می‌گرفتیم. در آنها 20، 30 تا 40 نفر را بار می‌کردیم و پشت کوه سنجر برده می‌کشتیم و می‌پرتافتیم. عین کار را در بغداد هم کرده ایم. حسین در 14 سالگیش زری تأثیری یک مولای افراطی маҳаллашон مانده است و узви ҳалқаи Al-Қоида شده است. حالا به حیث узви گروه دولت اسلامی، واریسی القاعده در عراق منتظری مُҳокима است.